صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. بیایید با نام خدا برنامه خود را آغاز کنیم و به درگاه او آمده دعا کنیم و بگوییم: خداوندا، تو رو شکر سپاس میگوییم که تو خدای قدوس، عادل، متعال و بی همتا و بی شریک و بی نیاز هستی. تو رو شکر سپاس میگوییم که تو خدای محبت، خدای رحمان و رحیم و خدای بخشنده و صبور هستی. زیرا ای خدا، از محبت توست که ما میتوانیم در این لحظه به درگاهت آمده و با تو صحبت کنیم. از رحمانیت توست که امروز زنده هستیم و نعمات روزانه تو را دریافت کردیم و از بخشش تو است که امروز میدانیم که فیض تو شامل حال ما شده است و از صبر تو است که هنوز داوری تو آغاز نشده است و از ما دعوت میکنی که به سویت بیاییم و خود را تسلیم تو کنیم. بارالها بگذار کلام مقدست را درک کنیم. بگذار به گفتارت توجه خاصی مبذول بداریم و بالاتر از هر امری بدانیم و تمنا می‌کنیم که یاریمان بده تا خود را بدون هیچ چون چرایی کاملا تسلیمت کنیم. زیرا فقط بدین وسیله است که می‌توانیم در اراده تو، در مصلحت و خواست تو زندگی کنیم و مطیع اوامرت باشیم. بارالها ما را در کلامت غرق ساز تا امروز برای تو زندگی کنیم و بدین وسیله دیگران را نیز خدمت و یاری دهیم. خدمتی که بدون چشم داشت و توقع می باشد. ای پدر آسمانی، خود را به دستهای مقدست می سپاریم و استدعا می کنیم که تو حامی و هادی و هدایت ما باش. این دعا را به نام مقدس و یگانه منجی بشر یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه‌ای از صدای انجیل. ملکوت خدا یعنی جایی که خدا حکمرانی کرده و اوامر و اراده کامل او مو به مو به اجرا در آمده و هیچ بدی، مرگ، ظلم و ستم، ناحقی در آن راه نیافته و نمی‌یابد. اسرار ملکوت الهی را عیسی مسیح برای ما به طور بسیار شگفت انگیزی آشکار ساخته و آنها را در مثل‌ها تشریح نموده است. برای کسانی که بصیرت روحانی دارند و کسانی که صمیمانه و صادقانه طالب درک و معرفت اسرار الهی هستند و تشنه شناخت خدایند، این مثل‌ها همچون آب روانی است که بر روح‌های تشنه و خشک آنان جاری می‌گردد. اما برای کسانی که فقط از روی وسواس یا کنجکاوی و نه از روی ایمان و اشتیاق این مثل‌ها را میشنوند، پوچ و بی‌معنی می باشه و حتی بی اثر.
زیرا همانند این است که شخصی جعبه‌ای سربسته پر از گوهرهای گرانبها به دست بگیرد ولی آنقدر کنجکاو نباشه که جعبه را باز نموده و ببیند که در آن چیست. مسیح این نوع افراد را اینطور به ما معرفی می کند که آنها چشم دارند اما نمی نگرند، گوش دارند اما نمی شنوند. عیسی مسیح می خواست که همه مردم حقیقت خدا را دیده و درک کنند. همه مردم کلام خدا را بشنوند و بپذیرند، اما نه به زور و جبر. زیرا به ما تعلیم داده که خداوند خدایی نیست که اراده خود را بر بشر تحمیل کند، بلکه به بشر اختیار و اراده عطا کرده است تا آدمی از روی اختیار، روی علاقه و اشتیاق به سوی خدا آمده و با عشق و علاقه از خدا پیروی کند. ولی روزی خواهد رسید که بایستی جواب بدهیم به خداوند که از این آزادی، از این اختیاری که به ما عطا کرده است چگونه بهره گرفته ایم. آیا از او دور شده ایم و یا اینکه عاشقانه خدا را شناخته و خود را تسلیم او کردیم؟ عیسی مسیح می‌خواست که مردم حقیقت را ببینند و بشنوند و بپذیرند. این آرزوی باطنی او و چون گروهی چندان تمایلی به درک اسرار و کشف ملکوت الهی را نداشتند، وقتی مثلها را شنیدند هیچ چیزی را درک نمی‌کردند و مسیح را ترک کردند. ولی شاگردان و طالبین حقیقت به معنی و مقصود مثلها و علت بیان آنها دست یافتند و دانستند که رابطه‌شون با خداوند در چه مقامی است. در ادامه مطالعه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح توجه خود را به فصل 8 از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا مبذول داشته و به یکی از مثلهای مسیح که نشان دهنده عکس‌العمل انسانها به کلام خدا می باشد توجه می نماییم. به این امید که شما نیز بتوانید موقعیت روحانی خود را دانسته بدانید که در عالم معنویت در چه مقامی هستید و از خداوند بخواهید که شما را بیش از بیش به خود نزدیک تر سازد. در 8 آیه اول عیسی مسیح مثلی را بیان می‌فرماید و می‌گوید کشاورزی بیرون میره تا در زمین خود بذر بکارد. وقتی بذر میپاشید بعضی از بذرها روی گذرگاه کشتزار افتاد و پایمال شد و پرندگان آمدن تخمها را برچیدند و خوردند. بعضی روی خاکی افتاد که زیرش سنگ بود. این بذرها سبز شدند ولی چون رطوبت زمین نداشت، آفتاب که تابید و سنگ که داغ شد زود پژمرده و از بین رفتند. بعضی هم از این بذرها میان خارها افتادند. خارها با تخمها رشد کردند و ساقه‌های جوان گیاه زیر فشار خارها با تخم خفه شدند. ولی یک مقدار از این بذرها در زمین خوب شخم زده، زمین بارور افتاد و 100 برابر بیشتر از آنچه کاشته بود ثمر داد. پس از اینکه مسیح این مثل را بیان فرمود، شاگردانش نزد او میآیند و میفرمایند که ای استاد، معنی و مقصد این مثل را برای ما بیان فرما. و مسیح برای طالبین مقصود از بیان این مثل یا معنی مثل را تشریح می‌کند. میگوید بذر همان پیغامی است که خدا به مردم می‌دهد. گذرگاه کشتزار که روی آن بعضی از تخم‌ها افتاد، دل سخت کسانی را نشون می‌دهد که کلام خدا را میشنوند، ولی بعد شیطان میآید و کلام را میدزدد و میبرد و نمیگذارد مردم ایمان بیاورند و نجات پیدا کنند. خاکی که زیرش سنگ است کسانی را نشون می‌دهد که از گوش دادن به پیغام خدا لذت میبرند، ولی در ایشان هرگز تأثیر نداره، رشد نمیکنه، ریشه نمیگیرد. آنها میدانند که پیغام خدا حقیقت داره و حتی تا مدتی ایمان میآورند، اما وقتی باد سوزان شکنجه و آزار میوزد دلبستگی خود را نسبت به کلام خدا از دست میدهند. زمینی که از خار پوشیده شده بود کسانی را نشان میدهد که به پیغام خدا گوش میدهند، ایمان میآورند، ولی ایمانشان در زیر فشار نگرانی، ثروت، مسئولیت‌ها و لذات زندگی کم کم خفه می شود و بدین ترتیب هرگز نمی توانند کسی را کمک کنند که به پیغام انجیل ایمان بیاورد. ولی خاک خوب اشخاص درستکار و خوشقلب را نشان می دهد که به کلام خدا گوش می دهند
به آن دل می‌بندند، مطیع کلام می‌شوند و این پیغام را نیز در همه جا به دیگران می‌رسانند و آنها هم به زودی ایمان می‌آورند. دوستان عزیز، این مثل من و شما را در یکی از این 4 زمین یا 4 نوع قلب و یا عکس العمل نسبت به کلام خدا قرار می‌دهد. راستی عکس العمل شما در برابر شنیدن حقیقت خدا چه میباشد؟ وقتی که پیغام انجیل که به معنی خبر خوش خداوند است را میشنوید، چه عکس العملی را نشان میدهید؟ اگر کلام خدا در شما مطلقاً هیچ اثری ندارد و بگید بابا اینا چیه و رادیو رو به قول معروف خاموش کنید تا کلام را نشنوید، آن وقت قلب شما همانند آن زمین خشک و یا آن گذرگاه میباشد و این سخن از سخت دلی شما نسبت به کلام خدا می کند. اگر از شنیدن کلام خدا شاد می شوید ولی مطیع آن نیستید و فقط میگویید که بله حرفی که میزنید، حرفی که انجیل میگه حرف حسابی یا درسته و حتی ایمانم میآورید، منتها وقتی با مردم صحبت میکنید و آنها شما را تهدید میکنند و یا نکوهش مینمایند، از پس حرفای مردم ایمان خود را نسبت به کلام خدا از دست میدهید، آن قلب شما همانند آن سنگلاخی است که کلام روش میفته، سبز میشه ولی به زودی خشک میشه. ولی اگر شما که به پیغام خدا گوش میدهید و به آن ایمان میآورید ولی ایمانتون کم کم به مرور زمان سرد میشه و نگرانی های زندگی، مال، مسئولیت ها، لذت های دنیوی، پریشانی ها بر ایمان شما چیره میشوند، بدانید که قلبتون همانند زمینی است که از خار پوشیده شده و عامل خیر و برکت نه برای خود و نه برای دیگران نیستید. ولی اگر کلام خدا را پذیرفته و ایمان بیاورید و خود را تسلیم آن نمودید و از آن پیروی کنید، آن وقت قلب شما همانند آن زمین نیکوست که شخم زده، زمین خوبی است که نه فقط کلام خدا در آن جای میگیرد و ریشه میدواند، بلکه باعث برکت و خیر دیگران هم میشود. مقصود از این که ثمر می آورد اینی که حتی دیگران را نیز به سوی مسیح و قدوسیت الهی و کلام خدا هدایت می کنه. یا شما عامل می شوید که دیگران نجات را بیابند، باعث نجات دیگران می شوید. چنین قلبی که کلام خدا در آن ریشه گرفته باشد نه فقط قلب خوب و درستکار است، بلکه تنها قلبی است که قادر به درک اسرار الهی و راز ملکوت خدایی می باشد. راستی عزیزان، قلب شما چه نوع قلبی است؟ عکس العمل شما در برابر کلامی که میشنوید چیه؟ خدا کند جزو خاک خوب یا قلب نیکو باشید. آن وقت شما جزو افرادی هستید که در ملکوت خدا سهمی دارید. در آیه 20 عیسی مسیح رو به جماعت کرده و میگوید کسانی که پیغام خدا را بشنوند و اطاعت کنند آنان برادران و خواهران من هستند. و یا کسانی که قلبشان همانند آن زمین شخم زده است، قلبی که ثمر می آورد، آنان برادران و خواهران واقعی من می باشند. و این اهمیت و ارزش مطیع بودن به کلام خدا را بیان می کند. از آیه 22 الی 25 ما با قدرت عظیم نجات دهنده جهان بر عالم طبیعت روبرو شویم. نه فقط مسیح قدرت بر عالم اموات داشت، با کلامش مرده ها را زنده می کرد، بلکه بر طبیعت نیز حکمرانی می نمود. قدرتی که جز در خدا هیچ کس دیگری آن را در اختیار ندارد. به آیات کلام خدا توجه فرمایید و با قدرت و یگانه منجی بودن عیسی مسیح آشنا شوید. میگوید روزی از روزها عیسی با شاگردان خود به کشتی سوار شده به ایشان گفت به آن طرف دریاچه جلیل برویم. پس کشتی را حرکت دادند و چون میرفتند خواب او را در رو بود که ناگاه طوفان باد بر دریاچه فرود آمد به حدی که کشتی از آب پر شد و ایشان در خطر افتادند. پس نزد او آمده او را بیدار کرده گفتند استادا هلاک میشویم. پس برخاسته باد و تلاطم آب را نهیب داد تا ساکن گشت و آرامی پدید آمد. پس بدیشان گفت ایمان شما کجاست؟ ایشان ترسان و متعجب شده به یکدیگر میگفتند این چطور آدمی است که بادها و آب را هم امر میفرماید و از او اطاعت میکنند. در این آیات میبینیم پس از اینکه عیسی مسیح از تعلیم دادن مردم فارغ میشه،
اراده می کند که به قسمت شرقی دریاچه جلیل بره و در آنجا به استراحت بپردازه و دور از ازدحام لحظه آرامش داشته باشه. در زمان مسیح عرض این دریاچه جلیل 10 کیلومتر بوده که به مرور زمان و به خاطر خشکسالی‌های متعدد امروزه حدود 8 کیلومتر عرض داره. در آیه 23 می‌فرماید قبل از اینکه به جانب دیگر دریاچه برسند خستگی و خواب بر عیسی روی می‌آورد و عیسی از فرط خستگی به خواب می‌رود. پس از مدتی باد شدیدی می‌وزد و دریاچه را منقلب و طوفانی می‌کند. ببینید دوستان عزیز، در اینجا نمیگوید که ابرها آمدن و طوفان شد، بلکه میگوید طوفانی که بر اثر باد بود، بدون ابر حتی بود. دریاچه جلیل دوستان با کوههای بزرگی احاطه شده و بعضی اوقات بادهای سرد از کوههای حوالی ناگهان بر سطح گرم دریاچه میوزد و فوراً سطح آرام دریاچه میدان جولان موجهای خشمگین میشه بدون اینکه بارانی باشه. در چنین موقعی خیلی خطرناک است که زورق‌های کوچک در روی دریاچه حرکت کنند. حالا امواج ناگهانی میگوید بر زورق روی میآوره. امواجی که بر اثر باد ناگهانی به وجود اومده بود و به سرعت زورق داشت با آب پر میشد. حالا اگر طوفان فرو نمی‌نشست بدون شک آنها غرق می‌شدند. ابتدا شاگردان سعی کردند کشتی را کنترل کنند، ولی چون موفق نشدند با ترس و نگرانی مسیح را بیدار می‌کنند و از او می‌خواهند که آنان را یاری بده تا کشتی غرق نشود. شاگردان انتظار داشتند که مسیح عملاً با قوای جسمانیش مثلا پارو بگیرد و کشتی را رهبری کنه. اما مسیح برخلاف انتظار آنان با کلامی آرامش را در دریا برقرار می‌کنه. انجیل می‌گوید مسیح باد و طوفان را نهیب کرد. همانطور که مولای غلام نامطیع خود را نهیب می‌کند، عیسی مسیح نیز مثل کسی رفتار می‌کند که بر طبیعت حکمران کامل است، قدرت کامل داره و او با قدرت سخن می‌گوید و بادها و امواج هم فرمان او را اطاعت می‌کنند. ای عزیزان، این معجزه ما را مطمئن می‌سازد. من و شما وقتی این معجزه را می‌شنویم، اگر ایمان داشته باشیم، می‌توانیم اطمینان کامل پیدا کنیم که تمام قوای طبیعت در ید قدرت عیسی نجات دهنده محبوب ما میباشد و بدون اجازه او نمیتوانند هیچ آسیبی به ما برسانند. و امروز نیز مسیح قادر است امواج و طوفان‌های زندگی ما را با کلامی از ما دور کند. او همون مسیح است که دیروز بود، امروز هست و تا ابدالآباد خواهد. وقتی که مسیح دریا را آرام می کند، رو به شاگردانش می کند و می گوید ایمان شما کجاست؟ و یا ای بی ایمانان. دوستان عزیز، واقعیت اینه هر جایی که ایمان باشد ترس در آنجا راهی ندارد. هر جایی که ایمان به مسیح باشد ترس در آنجا راهی ندارد. و ترس شاگردان ثابت نمود که آنها ایمان خود را در پشت سر خود گذارده و فراموش کردند که با چه کسی هستند. و واقعیت این است که چه بسا همه ما نیز هر روزه مانند این شاگردان مغلوب ترس شده و میشویم. هرچند میدانیم که عیسی مسیح همیشه ناظر و حاضر و قدرت داره و با ماست و میخواهد ما را یاری بده، ولی انگار گاهی در زندگی فراموش میکنیم این واقعیت را و ترس بر ما غلبه میکند. دانشمندان علم الهی از این واقعه درس دیگری را به ما میدهند و آن اینه که زورق در میان این همه امواج متلاطم کنایه از کلیسا یا ایمانداران می باشد که دستخوش انقلابات و مخاطرات دنیا گردیده و بسیاری از ایمانداران و یا کلیسا در حال غرق شدن هستند و چنین به نظر می رسد که مسیح نیز در خواب می باشد، ولی اینطور نیست. زیرا در چنین موقعی باید برای جلب مساعدت و نیرو به عیسی مسیح زنده توسل نموده و او امواج متلاطم زندگی ما را آرام نموده و ما را در ایمان و کلیسای خود بنا و رشد میکنه و در واقع کلیسای خود را از خرابی و نابودی حفظ میکند. پس باید بر او توکل کرد. باید بر او که زنده است توکل کنیم و از او تقاضای کمک کنیم.
فراموش نکنید که عیسی مسیح تنها کسی است که بر عالم طبیعت نیز تسلط کامل داشت و امروز نیز میتواند هر نوع طوفان زندگی ما را با کلامی آرام نماید. شرطش اینه که به حضور او بیاییم. بر اثر تجربه بود، بر اثر زندگی کردن با عیسی مسیح بود که شاگردان کم کم پی بردند که این عیسی مسیح بالاتر از یک انسان و حتی بالاتر از یک نبی است. برای همین بود که گفتند این کیست که طبیعت هم مطیع او می باشد. زیرا آنها می دانستند که فقط و فقط خداست که قادر بر طبیعت حکمرانی کند. معجزات مسیح همه شهادت بر الوهیت و یگانه منجی بودن او رو دارند. فقط مسیح بود که این قدرت را داشت، زیرا خدا در او بود و خدا در مسیح با جهان مصالحه می نمود. پس از اینکه عیسی و شاگردانش به ساحل دریا می رسند، انجیل مقدس از واقعی سخن می راند که به معجزه شفای مردی که به روح پلید مبتلا بود می باشه، که توجهتون رو به این قسمت از کلام خدا جلب می کنم. از آیه 26 براتون می خونم. می فرماید به این ترتیب، یعنی بر اثر معجزه آرام کردن دریا و طوفان، عیسی به همراه شاگردانش به آن طرف دریاچه جلیل، یعنی به سرزمین جدری ها رسیدند. این سرزمین مقابل استان جلیل است. وقتی عیسی از قایق پیاده شد، مردی از شهر جدر به او برخورد کرد که مدتها دیوانه بود. او لخت و در به در قبرهای قبرستانها زندگی میکرد. به محض اینکه چشمش به عیسی افتاد، نعره زده و پیش پاهای او روی زمین افتاد و با صدای بلند گفت: ای عیسی فرزند خدای متعال، با من چه میخواهی بکنی؟ التماس دارم که مرا عذاب نده. زیرا عیسی دستور میداد که روح ناپاک از وجود او بیرون بیاید. این روح ناپاک بارها به این شخص حمله کرده بود و حتی وقتی دستها و پاهای او را به زنجیر می‌بستند، به آسانی زنجیرها را می‌برید و سر به بیابان می‌گذاشت. او در چنگال روح‌های ناپاک به کلی اسیر بود. عیسی از روح ناپاک پرسید: اسم تو چیست؟ گفت: قشون، چون آن مرد در چنگ ارواح بسیاری گرفتار بود. بعد روح‌های ناپاک از عیسی التماس کردند که آنها را به جهنم نفرستند. در این موقع یک گله خوک روی تپه‌ای که نزدیک آنجا بود می‌چریدند. روح‌های ناپاک التماس کردند که عیسی اجازه بدهد داخل خوک‌ها بشوند. عیسی هم اجازه داد. آن وقت روح‌های ناپاک از آن مرد دیوانه بیرون آمدند و داخل خوک‌ها شدند. طولی نکشید که تمام آن گله از تپه سرازیر شدند. خوکچرانها پا به فرار گذاشتند و به هر جا می رسیدند مردم را خبر می کردند. طولی نکشید که مردم دست آمدند تا واقعی را ببینند که چه شده است. وقتی دیوانه را دیدند که پیش پای عیسی آرام نشسته و کاملا عاقل شده است، وحشت کردند. کسانی که این ماجرا را دیده بودند برای دیگران تعریف می‌کردند که چطور آن دیوانه شفا پیدا کرده است. پس مردم از عیسی التماس کردند از آنجا برود و دیگر کاری به کارشان نداشته باشد، چون همه را ترس گرفته بود. مردم از عیسی التماس کردند از آنجا برود و دیگر کاری به کارشان نداشته باشد، چون همه را ترس گرفته بود. دیوانه هم که شفا یافته بود التماس کرد که همراه عیسی برود، ولی عیسی اجازه نداد و به او فرمود: تو پیش خانوادت برو و به آنها بگو چه کار بزرگی خدا برای تو کرده است. او هم به تمام گوشه کنار شهر رفت و به همه گفت که عیسی برای او چه معجزه بزرگی کرده است. دوستان عزیز، در اینجا که ما می‌بینیم که عیسی مسیح با قدرت کلامی ارواح خبیث را از شخص بیرون می‌کند، در واقع با یک معجزه استثنایی نیز روبرو می‌شویم، زیرا نشان می‌دهد که عیسی مسیح بر عالم ارواح نیز قدرت داشته و صاحب اختیار است. آنچه در اینجا آشکار میشه اینه که عیسی مسیح نه فقط بر عالم اموات، نه فقط بر عالم طبیعت،
بلکه بر عالم پلید نیز قدرت داشت و با این قدرت خدایی قادر بود که انسانها را از هر نوع بندی آزاد کند، زیرا هر نوع اسارتی از اهریمن و روح پلید شیطان است. بعضی‌ها البته معتقدند که هر عادات زشتی که بشر دارد نشانی از یک روح خبیث و اهریمنی است که در او می باشد و بدون استثنا همه انسان‌ها به طریقی صاحب ارواح پلید هستند، البته بعضی‌ها کم و بعضی‌ها بسیار. واقعیت اینه که نمیشه اینطور قبول کنیم که هر بدی که انسان میکنه از شیطانه. نبایستی همه بلاها را یا هر خطا و گناه را به گردن شیطان بیاندازیم. آنچه که مسلمه اینه که در تاریخ بشریت هیچ کس جز عیسی مسیح عملاً ثابت ننموده که توانایی و برتری قدرت بر هر نوع عادات زشت دارد و میتواند آدمی را از هر نوع عمل و عادت زشت و از هر روح خبیث نجات ببخشد، همونطوری که این مرد را از قشون ارواح خبیث رهانید. و نه فقط انسان را میتونه از ارواح خبیث عادات زشت رهایی بده و از اسارت اهریمنی آزاد کنه، بلکه در عوض روح قدوس خدا را نیز به آدمی بدهد تا آدمی پاک و مقدس زندگی بکنه و زندگیش مقبول پسند خدا شود. برای همین است که کلام خدا میگوید که وقتی که شما به عیسی مسیح ایمان بیاورید، قدرت روح قدوس، قدرت خداوند شما را از بندگی عادات زشت میرهاند، از اسارت آزاد میکنه و آن وقت میتونید شما با آزادی خداوند را پرستش و عبادت کنید. دوستان عزیز، بدون شک همه ما به نحوی اسیر هستیم. اگر عاقل باشیم و صادقانه قضاوت کنیم و خودمون رو فریب ندهیم، متوجه میشویم که غرور داریم، خودخواه هستیم، متوجه واقعیت نیستیم و یا عاداتهای زشت دیگه داریم که حتی بیان آنها شایسته نیست. ولی دوستان عزیز، با تمام زشتی‌ها و خطاهایی که داریم، اگر بخواهیم، اگر اراده کنیم، اگر ایمان داشته باشیم، می توانیم امروز خود را یک شخص آزاد کنیم. نه با قدرت خودمون، بلکه با قدرت خدا. قدرتی که خداوند در عیسی مسیح به بشر عطا کرده است. و واقعیت این است که هیچ کسی در این عالم همانند عیسی مسیح قدرت نداره که بتونه بشر را آزاد کنه. البته خیلی ها هستن کارهای خوبی کردن و دعوتهای خوبی از انسانها میکنه، ولی خودشون مردن و خودشون نتونستن انسانها را تغییر بدن. ولی مسیح امروز زنده است و حاضر است که ما را تغییر بده، ما را آزاد کند و به ما حیات جاودانی بدهد. شرطش اینه که ما بخواهیم که خود را تسلیم او کنیم. خدای مهربان مدد فرماید که این کار را بکنیم. موفق باشید. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.